سلام سلام، لیلا جون، خوبی؟ خوب مرسی، هستی؟ بالاخره تونستم به من فکر آره کنم. آره، حالا اینترنت دیگه بعضی وقتا پیش آره میاد. منم نه آره که سر کارم آره هستم، به الان خاطر چند روز شادم، شدم. حالا اینجا یه مقدار چیز اینترنت هم ضعیفم باشه حالا. همش نگران شما بودم که وقتتون رو نگیرم. نه قربونت برم. پریسا جونم من دیدم عباس هر آقام هر بودن. هر جفتشون ویو کردن، من دارم اکسپتشون میکنم ولی هیچ کدومشون فعلا. فکر کنم پریسام اومد. آره پریسا رو دیدم، عباس آقام جلوتر دیدم آره اسمشون. هستش آره ولی سلام عباس، سلام. درود حال بر شما شما، حال خوبی؟ احوالتون قربان چطوری؟ خوب شما، شما هستین؟ خسته نباشین. مرسی، متشکر. خب پریسا امیدوارم لیلا خانم شما چطوری؟ خوب من خوبم. هستین؟ شما خدا خوبی؟ من رو شکر ما هم خوبیم، قربان، از زنده خدا باشین. زنده باشین. خدا رو شکر ما هم که آماده همه شدیم برای تونستیم یه بیان. لایو جدید. آره آره پریسا رو بتونم واردش کنم با هم شروع به میکنیم. امید خدا، به امید خدا امیدوارم که همه چی به خوبی پیش بره و همه آره چی. آره اکسپت میکنم ولی نمیدونم چرا وارد نمیشه پریسا. یه حالا یه صبر میکنم. یه باکس اون آره پایین، اون باکس هم میزنی؟ آره همون باکس رو میزنم اکسپت میکنم، بعدم میگم گو لایو. بعد نمیدونم، همون کاری که برای شما کردم و دارم انجام میدم ولی خب شاید عجله میکنم. کارتون چطور بود فرناز جون؟ خوب خوب بود؟ بود، خیلی بیزی بودیم امروز، آه که افترنون هم باز بیزی هستیم. به آه خاطر هم میگم حالا بیام تو ماشین یه خورده ریلکس کنم، خب آره حالا یه خورده با شما دوستان حرف بزنم، انرژی بگیرم. بعد آره حالا خدا رو شکر مریضامون امروز خوب بودن. بعضی وقتا میبینیم مریضای چلنج داریم، آره نه همه یعنی بد نرمال اخلاق بودن دارین امروز. منظورتونه؟ جان منظورتون بد بله اخلاقه؟ بله. هم بد اخلاقی از هم پروسیجرش هم یه کمی استرسا ممکنه باشه. آره سلام. آره آره. سلام. آره. سلام. پریسا جون خب. خوش آمدین خوش آمدین آقای من عباس. آره پریسا شما خانم رو ندارم، نمیدونم چرا. من میبینمشون. آره 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 خب آره لیلا جون میخواد شروع آره کن آره حالا ما آره میرم. آره سلام به همه دوستان. میخوایم ما با هم دیگه 4 تا از سوالات شما رو اینجا پاسخ بدیم. از فرناز جون شروع میکنم که میخواد برگرده سر کارش. فرناز جون، دوستان میگن که آی، یا لیلا جون قطع شد، شما هستین؟ آره من هستم، نمیدونم. پریسام هست. آره نیستم. آره یه لحظه یه نمیدونم کی اومد رو صفحه، نمیدونم چی بود. آره آره میخواستم از شما بپرسم که دوستان میگن که ما آدم سلزی نیستیم و نمیدونیم توی این کار موفق میشیم یا نه. میخواستم پاسخش رو شما برشون بگید. آره مرسی اولا که درود و مهر خدمت همه عزیزان، چه الان دارن این ویدیو رو میبینن و چه بازپخش این ویدیو رو میبینن. والا در حقیقت این شاید مشکل همه ما بوده برای روز اول، و من میخوام بگم که ما اصلا تو قسمت فروش محصول نیستیم. دوستان همه مطلع باشن که ما بله محصول داریم، محصول خرید و فروش میشه تو کمپانی ما، ولی کار ما یه چیز دیگه هستش. ما فقط تو قسمت آموزش هستیم. ما در حقیقت به دوستان و عزیزان یاد میدیم که چطوری بیزینس آنلاین خودشون رو ستاب بکنن و اصلا درگیر محصولات نیستم. ما به هر حال قسمت های دیگه ای وجود داره که این کار رو میکنه. ما با یه کمپانی، حالا یه مقدارم توضیح بدم راجع به کمپانی ما با یه کمپانی کار میکنیم که در حدود بیش از نیم قرن تجربه داره. تجربه آفلاین داشته که الان 8 سالش به صورت آنلاین هستش که ما در حقیقت
تو قسمت آنلاین هستیم و قسمت آموزش علم دیجیتال مارکتینگ و به دوستانی که علاقه‌مند هستن که این بیزینس رو احداث کنن بهشون یاد میدیم. و مورد دیگه که میخوام بگم، محصولات که ما داریم محصولاتمون همه های تیکت هستش و مدیکال گرید، یعنی تایید دکترا شده برای خیلی از بیماری ها خوب هستن. و ما افراد اینجا داشتیم که بیش از 200 نفر داشتیم که کنسر داشتن، کنسر فری شدن، فشار خون و یا مشکلات پوستی داشتن که همه اینا با توجه به محصولات ما همه برطرف شد. فقط خواستم اینا رو عنوان بکنم که دوستان یه آیدیایی از محصولات ما داشته باشن. ولی خب برگردیم به سوال شما، ما اصلا درگیر خرید و فروش محصول نیستیم، ولی دوستان وقتی که میخوام وارد این بیزینس بشن، به خاطر که آیدی این بیزینس رو بگیرن، ما پکیج‌های مختلفی داریم، پکیج‌های مختلف استارت برای بیزینسمون رو داریم. باید یکی از اون پکیج‌ها رو با توجه به بودجه خودشون خریداری کنن. وقتی که خریداری میکنن، اون آیدی اون بیزینس به اونا براشون دریافت میکنن اون آیدی بیزینس، یعنی فرانچایز این کمپانی میشن. اینجوری هستش که میتونن بیزینس خودشون رو ستاپ کنن. حالا امیدوارم که توضیحاتم برای دوستان قابل عالی. توجه باشه. بسیار عالی، بسیار خوب. حالا میخواستم اضافه بکنم که وقتی شما وارد این بیزینس میشین کاملا متوجه میشین که چقدر فلکسیبل هست برای شما و میتونید توی این فرصت رشد کنید و هر مدلی که دوست دارین به درآمد برسین، به هدفتون برسین. میخواستم از پریسا جون بپرسم، الان که دخترش شیر نمیخوره، بپرسم که آیا لازمه که ما تجربه یا تخصص خاصی قبل از ورود داشته باشیم؟ سلام عزیزم، سلام به همگی. عرضم به حضورتون که در مورد تجربه، ببینید من خودم هلسکر کار میکردم، من توی لب کار میکردم و هیچ تصوری حتی از سوشال مدیا مارکتینگ نداشتم. فقط همیشه گفتم خوش به اونایی که بعد از اینترنت پول در بیارن، مثلا از یوتیوب خیلی میدیدم چه ویدیوهایی میدیدم، مثلا چه واسه جالب بود. بعد که با این فعالیت آشنا شدم و خب تجربه هیچی نداشتم، مثلا در مورد مدیکال کار میکردم، فهمیدم که اوکی وقتی که من وارد این فعالیت بشم، در واقع من همیشه منتور عزیزم و کوچ همراه من خواهم بود. در واقع به زبان ساده مربی و سرمربی که همیشه همراه من بودند و تمام سوالهای من همیشه پاسخ داده شد. و غیر از اون ترینینگ، همیشه ما آموزش داشتیم، ترینینگ هایی که لحظه به لحظه همراه من بودن و همون موقعی که میدونید با بچه خب سخت کار کردن، همون موقعی که بچه آروم بوده من میتونستم ترینینگ ها در واقع انجام بدم. خیلی عالی، خیلی عالی. بسیار خوب و عالی. حالا میخواستم اضافه کنم بر این که فقط تجربه نداشتن یا نمیتونه بازدارنده باشه. حتی اگر کسی سطح زبانیش هم در یه سطح بیسیک باشه، آقای عباس میخوان توضیح بدن که آیا میتونن موفق باشن یا برای این بیزینس مهم هست که اصلا زبانشون در چه سطحی باشه؟ به من توضیح بدید. مرسی. درود بر همگی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. 100% که میتونن این بیزینس رو دنبال کنن، چون واقعا احتیاج نیست که حتما زبان پرفکتی داشته باشن، عالی داشته باشن راجع به این قضیه. در واقع یه خوبی که این کمپانی داره الان از سال گذشته به قول گفتنی ترینینگاشو عوض کرده، ترینینگای جدید گذاشته برامون که به تمام زبانا شما میتونید تغییرش بدی. من اتفاقا چند روز پیش راحت تونستم، خواستم داشتم همینجور امتحان میکردم، تمام زبانا رو آوردم، دیدم همه به زبانا قشنگ ترجمه شده، حتی زبان شیرین فارسی مونم گذاشتن که نوشته مثلا پرژن گذاشته که البته این شامل
تمام فارسی زبان ها، افغانستان عزیزمون، تاجیکستان عزیزمون، خیلی کشورهایی داریم که راحت اینا میتونن دسترسی داشته باشن، به هر حال زبان فارسی رو بیارن، ترجمه شده است. و یه حسن خوبی که داره، باز خیلی از دوستان فارسی زبان توی این بزینس هستن که تعداد بیشماری در سراسر این کره خاکی هستن خوشبختانه، و تمام میتونن حتی ویدیوهایی درست کردم توی یوتیوب که تمام ترینینگ ها رو آموزش میدن گام به گام به بچه ها. مثلا من خودم یکی از کسایی بودم که یک قسمتی از چیزها رو هر چی نگاه میکردم متوجه نشدم. یکی از دوستان مثلا فرناز خانم گفت این ویدیو رو هم نگاه کن، شاید متوجه میشه که این از چه قراره، به چه صورته. بعد دیدم اون دوستمون، اون همکار عزیزمون اینقدر قشنگ توضیح داده بود و ویدیو گرفته بود که ما قشنگ اون آموزشمو که باید ستاپ میکردم، اون به قول گفته این چیز بیزینسی رو خیلی راحت ستاپ کردم. و مهمتر از همه ما مربی و به اصطلاح فارسی زبان داریم، قشنگ آموزش میدن گام به گام. دیگه چه از این بهتر. هر موقع مشکلی باشه ما هم هستیم. آره، و قدم به قدم میتونیم کمک کنیم دوستان رو توی این راه. اصلا هیچ نگران نباشن برای زبان و اینا، هیچ نگرانی نداشته باشن. این نگرانی زبان فکر کنم باید باشه مرحله آخرشون، یعنی هیچ دقیقا نگران زبان نباشن، چون واقعا کامیونیتی فارسی زبانی که اینجا وجود داره، همونجور که آقای عباس گفتن، کاملا ساپورتیو هستن و رقابت توی این بیزینس حل شده. هیچ جای نگرانی نیست که حالا من اومدم اگر به مشکلی برخورد کردم نمیتونم جواب سوالم رو پیدا کنم. اینجا همه دست به دست هم برای موفقیت هم و برای موفقیت خودمون تلاش میکنیم و به اون مرحله میرسیم که هممون با هم موفقیتامون جشن میگیریم. و همچنین ما میتینگ های هفتگی رفع اشکال داریم که اون هم به زبان فارسی است، هم به زبان انگلیسی، که شما میتونید از اون طریق تمام اشکالاتتون رو بپرسید و رفع اشکال بشه براتون. و بعد از اون میخواستم بهتون بگم که دوستان حتما بیاید این فرصت رو چک بکنید. یکی از دوستان از آلمان به من رجوع کرد و گفتش که من خیلی مشتاقم با این توضیحاتی که شما و همکارانتون میدین که بیام اینجا ببینم چجوری هست، ولی دوست ندارم که جاج بشم، دوست ندارم که از دید مردم قضاوت بشم که فلانی چرا داره این کار رو انجام میده، یا مثلا بخوان منو چیز کنم. چجوری میشه که من خودم این کار رو انجام بدم ولی خودم نباشم؟ گفتم که به سوال این دوستم هم پاسخ بدم. دوستان، شما وقتی که میاد ترینینگ ها رو میبینید، به شما آموزش میده که چجوری برند خودتون رو بسازید و از اون طریق شما میتونید بر اساس اون چیزی که خودتون هستین اونو به همه ارائه بدید و تارگت های خودتون رو کچ کنید. چجوری میتونید به وسیله بدون تصویر یا با تصویر یا با لایو رفتن یا بدون لایو رفتن یا توی پلتفرم های مختلف، یک پلتفرم یا چندین پلتفرم، شما میتونید انتخاب کنید که کدومش برای شما یه جورایی اون خودتون رو اونجا پیدا میکنید. آره، خودتون رو اونجا پیدا میکنید، چجوری میتونید از اون استفاده کنید. راحت هستید. بعضیا فیسبوک خیلی راحتن، بعضیا یوتیوب خیلی راحتن. ماما اوکی ببخشید.
بعضیا تیک تاک خیلی راحتن، بعضیا که مثلا ریسرچر هستن و خودشون قبلا بیشتر توی لینکدین فعال بودن و ریسرچ میکردن راجع به شغل‌های مختلف، الانم اون آمادگی رو دارن که همون کامیونیتی که توی لینکدین برای خودشون ساختن اونجا با همدیگه این تجربیاتشون رو شیر کنن و بتونن اونجا موفق باشن. میتونن حتی با انیمیشن این کار رو انجام بدن، حتی با پوستر میتونن این کار رو انجام بدن و اصلا نگران نباشید. بیایید این فرصت رو از خودتون دریغ نکنید، بیایید اسم و ایمیلتون رو برای ما بذارید. ما قبل از اون اگر سوال دیگه ای دارید حتما از ما بپرسید. میک شور کنید که همه چیز براتون شفاف هست تا قبل از اون. بعد از اون اسم و ایمیلتون رو برای ما بذارید، ما شما رو ریجستر میکنیم. ایمیل هایی برای شما به صورت اتومات میاد که شامل وبینارهای 90 دقیقه انگلیسی هست. اگر که دوست داشتید فارسی این مطالب رو متوجه بشید حتما به ما بگید، از ما بخواید که ما ویدیوهای فارسی برای شما میفرستیم. بعد از اون اگر که متمایل شدید که ادامه بدید، شما وارد دوره 30 روزه آزمایشی ما میشین با پرداخت مبلغی که کاملا ریفاندبل هست، در نزد کمپانی ما قرار میگیره تا 30 روز. تا قبل از 30 روز میتونید تصمیم بگیرید که با توجه به اینکه 90% اطلاعات در اون دوره 30 روزه به شما داده میشه، این نیست که 90 روز شما دارید آزمایشی هی ویدیو دریافت میکنید. نه، ویدیوهاش خیلی محدود است، در حد 2-3 ساعت بیشتر نیست، ولی اونجا هست که شما به تایم های زیادی میتونید این ویدیوها رو ببینید و بعد از اون تصمیم بگیرید که آیا میخواید باشید یا میخواید که پولتون رو ریفاند کنید. اگر که خواستید که تایمش برای شما درست نبود یا فکر کردید که نمیتونید، از پسش بر نمیاد یا چیز، خیلی راحت میتونید درخواست بدید و این پول به شما برمیگرده. اگر نه باید شما سرمایه گذاری کنید همونجور که فرناز جون گفت و تا بتونید آیدی بیزینسی بین المللی رو دریافت کنید و بعد از اون ما هستیم که کمکتون میکنیم که کارتون رو ادامه بدید و به موفقیت برسید. دوستان اگر چیزی من از قلم انداختم، شما اگر که مطلبی دارید. مرسی. من اگه اجازه بدید یه چیز خیلی کوتاهی بگم در مورد قضاوت. میخوام فقط به دوستان بگم نگران نباشید. ما در 24 ساعت تایمی که داریم 48 ساعتش مرتب در حال قضاوت شدنیم. اینا رو باید بذاریم پشت گوشمون، فقط به فکر پیشرفتمون، بیزینسمون و موفقیت خودمون باشیم. وقتی که ما پله ها رو قدم به قدم بریم بالا، اونا دیگه به قول گفتنی ساکت میشن و نگاه میکنن که ماها توجه نکردیم، فقط به فکر پیشرفت خودمون بودیم، شکوفایی خودمون بودیم و موقعی که به قول گفتنی به اون هدفمون میرسیم تازه اونا میفهمن که کاش که ما هم به جای قضاوت کردن وارد به قول گفتنی یه بیزینسی میشدیم، یه کار میکردیم که ما به اون هدف برسیم. زیاد نگران این چیزا نباشیم. ما انسان‌ها همیشه در حال قضاوت کردن در مورد دیگران هستیم. اینو اصلا از ذهنتون به تمام اذان واقعا سفارش میکنم، پیشنهاد میدم اینا رو پاک کنید، فقط به فکر هدفتون باشید. اگه میخواین به یه نقطه خوبی برسیم فقط به فکر هدفاتون باشین. در حالی که من میخوام اینو بگم به قول گفتنی، چون تو تمام مراحل زندگیم من دیدم این چیزا رو. من یادم این لایوم طولانی میکنم، میدونم فرناز خانم میخواد بره سر کار، برگرده سر کارش، ولی خیلی خلاصه شده. موقعی که من میخواستم مهاجرت کنم اینجا به آمریکا، خیلی ها گفتن حالا چجور میخوای زندگی کنی، حالا میخوای چی کار کنی، حالا میخوای، ولی خب گذشت. الان نگاه میکنم که حداقل به اون هدفایی که میخواستم تا حدودی رسیدم.
دیگه بله سرتون بله. رو درد نیارم. بسیار عالی. دقیقا مرسی. فقط بیارید اینجا پشتکار داشته باشید و به هدفتون میرسید. به امید دیدار. خدا نگهدار. مرسی مرسی از همگی. مرسی خدا خدا مرسی نگهدار. از همه. نگهدار. مرسی. خدا 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 نگهدار. نگهدار. خدا نگهدار.